السلام علیکم جنابان محترم شنونده ها. آوازی که ما را میشنود با ما مراجعت میکنیم که امروز ها چندی روز باز 5 روز یا 6 روز ما همین در بندرگاه ژیبک ژولی در ماندیم. التماس میکنیم که همین مدد کنن ما به کمک کنن که اینجا او با اوقات هم میشود یک دیگر همه خیر و داد ما برسد میشون صدای ما هم شنوند میشون وقتی که ما همه خیر وضعیت قرار داره. السلام علیکم و رحمت. و علیکم السلام بابی جان. و علیکم السلام برادر. اینجا ما یک کسری داریم به هر وضعیتش خوب نیست. همینجا تمام دکترای الماتا باز اسکاری اومد رویش کردگیم بالینسا هر سرویس پوچکوش تمام کردگی رابشت دکترو از اینجا از قاید که مقصد برویم برویم دیگه شما وقتتون موقعی نیست در اینجا. همین خواهش میکنیم التماس از طرف دولت کمک شود همین دکتر رو به دادشون رسانم. السلام علیکم و رحمت الله. اگر امکانیت میشید از مادرو خواهش میکردیم که بعد ما همین مهاجران برسن برای که یک هفته میشود که ما در گرانسا قرار داریم یگان انسان مدد ما میرسه همینجا نه جای خوب نه جای سیسته نه منزل زندگانی التماس میکردیم که بعد ما میرسیدن یا یاردم میکردن همین برادر کسل ما هم همینجا میبردن که من از پدر و مادرش آوردیم میدیدن پدر و مادرش رو بعد آیا خواهش میکردیم که آیا برادری که ما کسلای هر 3 روز بعد او انسان 45,000 تنگه در کردی با او خیمیکات بگذارون همیرا میشود که ابو نیم گوره که از جای یاردم کردن به خاطر یاردم الله بگذاروندیمش بود دیگه بیا مسئله را میدیدن که برادر ما میبردیم. نه برادران از برادرای توجیکان. ما سلام علیکم و رحمت الله. با تمام تماشابینان مراجعت میکنم که ما قطعی برادرها پیام‌های افیر ای گرانیسه قزاقستان و ازبکستان گپ زده استیم و بچه‌ها قریب 170 نفر طولی چند روز که شما در اونجا اینکه امروز 25 یک هفته طولی یک هفته میشه برادرها در اونجا. به غرض از شما یگان ملتی دیگه هم هستید در اونجا برادر؟ نه بله همش توجیکان تمام ملت ازبک هست گذشته هستن گرانیسه. چند کسن؟ چند کس بودن؟ آنج قریب 10,000 آدم بودن همش گذرون اون همه قیدگاهش موندگی ملت ازبک وضعیت هر روز 600 نفر 1000 نفر گذرونده است. وضعیت اونا رنگ شما هم خیلی هر روز چند کسی گذشته استن گفتی؟ 1200 کس 1300 کس هر روز گذرونده است. از شما روز به روز جمع شده است؟ از شما روز به روز جمع شده است؟ نه دمو یگون پاسپورت هستن اومدن نیست مردم ازبک پاسپورت دادر شتگی که هر روز گذرونده است 600 کس تو دینا 5000 آدم شک گذرون همین 170 کسش که دستگیریش نمیکنن. شما هم تو نامی درون کارگرایی که چی گم مهاجر خودی هم قزاقستان نمیکنن است نه کیدات پردگی سون ندارن نه اومدگی به سومالیش نمون نه هودم دپارتات میاد ایمپل نداریم میگه موش نمیگه حتی مردم یوردم در صحبت پیشینم هم گفتین که پاسپورت شما در دست خودتون نیست در دست فیمی است. بله پاسپورت ما در درون گرانیسه کجا ما پاسپورت نداریم به پاسپورت نمیشه دپارتا گرفتگی فیمی است نمیتونن که درون قزاقستان بدروین نه گرانیسه سرتون میتونن همونجا مان کردن پرایم نفهمیدین نه من پیش در بریک مقصد نمیتی پاسپورت بریک پاسپورت بیام میگیرم برام هم خودش احترامونا به پاسپورت تاجیکستان سفارتخانه تاجیکستان در قزاقستان مراجعت میکنیم که اگر امکانیت ها یکم چیز باشن باردار را یک ببینن احوالشون. و شما سفارتخانه نگفتن سبب در چیه که شما نمیگذارین؟ سبب چه؟ بله
سفارتنا چیتون گفت شما یگان بار به علاقه برآمدین قد شما گپ زدن کنی ما یک دو سه بار زنگ میزنیم سفارتخانه نمره همه رو چور میکردن دیگه گپ نمیزنن یک روز همینجا اومدن گفتن کلیش تونه 50 کس کنه روی تو میگن دیگه بعد همین هیچ زنگ زدی نیست نمرهش کام نمیاد شما چند کس بودین که شما گفتن 50 کس که نیست کل چیست بهتون نگو ما خودمون یک ساعت افزایش کردیم اون رس مرا تانکی یک ما 22 کس بودیم یک روز تانکی 50 کس روی تو میگن اینجا 150 کس است نه دیگه تلفن میبردارن 170 کسی نوزیان значит زنها چند نفرن قیدتون دمی جازیر 10 نفر زنکای بودک است کسری هم است مقصد او یا بچه که روز نشون دادین رفته است بود وای کنی بالینسا روی کدگی بگه بهش شد بالینساش روی کدگی برای چی باید خیمیا میزنن و چی کسل داره وای بردکش پوچکش پوینت همون کرده دیگه وای نداره مقصد چند روز پس خیمیا زدشتینش هر 3 روز پس میزنیم در چی من سوما این بچه ها جمع کردستینه پلش این بچه های درون نمیجشتگی ها موضوع خواهم هر کسی که دورت صبح جمع کرده آقای کورت فهم باردار جان خیلی مهمی قطعی شما صحبت کردستیم من نوار من در اکرانم زاپیس کردستم خدا خواهد پیشکش میکنیم شاید اگر خیلی نمیدونم سبب در چیه شما نمیگذارین خیلی شاید مثل دیگر برادرایی که گذاشتن اینجا 20 بودن پیش شما بچه ها شما رو هم خیلی خدا خواهد میبرن با وطن دوستای عزیز کدومی که این نوار ما رو تماشا کردیستی این برادرها ما را 3 روز شد فقط زوره کردیستن التماس همی ما رو یک خیلی زاپیس کرده در اینترنت پرتو ما رو یک از صاحب شبکه در اینجا عذابی سخت کشیدیم بچه ها یکم پول عموما ندارن کدومی که 4 تنگه داره تقسیم کردیستن با یک دیگرشون قطعی اوش هم خلاص شد درست گفته است اما برادر بله اکا جون بله سیاسته روی خودش هم اصلا میگفت یگان گفتنی دیگه داشته باشیم برادر گپ زنین خیلی من مراجعت شما را بعد در یوتیوب مون خودش خدمت دوره بخیزه گپ خدمت خودش دوره بخیزه گپ زنه میگم اول که بچه ها شرم میکنن گپ زنن خودت چی گفتنی برادر خودت بخیزه گپ زنه بله بخیزه گپ زنه اینا خودش این مرده گم گپ زنه بسی دوره بلندتر بله یک هفتهش بزرگ اندیشه اما در اون مردم خواهندن بله این روی زمین خواهند در اون موسم خواهند اخو چه نمی خلق دیگه خلق قادر نبشد ای ازبکستان قطعی مردم یگان نماینده شون هست یگان کس اصل رو میکنه شما در دولت در کار نباشم خیلی بگم در کار نیستش نیکی در کار اما در کار برادر این مسئول قصبصون شد نیست نه الو بر پاسول چه کنید پاسول برای خرق شباد خبر نمیگیره که خبر نمیگیره تلفن رو در چون پافتگی ای ازبکستان پاسولش هست خیلی در پیشونو همه شو هست همه جا هست کدینه هست اینجا شب روز خطیشونه اینجا خیلی در کار هم که برو چاچ بستن یعنی ما 150 نفر اینجا من خدا بشه در یک روز 3000 نفر میگذارم ایس اتوبوس میبره اتوبوس دیگرش خراب میکنه اینجا 50 تا 100 تا 200 تا بوده است 3000 نفر با کمش میگذاره در یک روز یا اصلا رفته در کلاندن یه آدم داره که خوران آمش در اونجا نفت دو خیکور نمونه این روی زمین داره این خوش پاسول اگه بزنی پاسول میره ملیستون روی میکنه که برای سرشون کنه اینجا برای سرشون کنه دیگه آدم رو روی میکنه که برای بعد فریب شون کنه نه همجا کشه ببرش شون که همجا خوری شوه مخلوق گیجا میره اینجا یک پول نیست یک چی نیست این خیلی باید این صفحه نیست هم کن برای نتوری بفهمین همارا
فهم آقا. خیلی برادرها را سرگردان نکن ایتک همش بیفرایم. ما لبکه میگم برادرها را سرگردان نکن ایتک همه بیفرن. ولی سحر روزه خاطر رسان میکنیم اون ساعت 6 سحر گپ زدستیم. خداوند همتون نگهبان باشه. من خیلی نوار شما را در یوتیوب میمونم با خاطر شما را دستگیری کردم. بله گپ نیست. رحمت کام دستگیری کنی خواهده بفهم یکم گپ نگفته باشیم بگین بعد ما بکشم بایا. یا اون تا خوش گپ دوشه گپ زنی بعد کسی یک کس خطیفت نمیشه گپ زنی کدمت خوش گپ زن دوره گپ زنی نباشه من مردم مجبور نکنه که مالش الله نگهبان. مالک جان خدا نگهبان باشه. مالک زنگت میزنه یه بار دور برای خفه مردم بریم چند کسای مال خوب مردم هم خیلی برای دور نشانشون ته پول خفه بیست نیست امی 170 کس گفتگی شما دارم کامیرا همش هست. بله همش در همین کامیرا 170 نفر همش در همین کامیرا هست. یعنی همش 170 شما گفتین میتینگ کردین ملیسای قزاق آمدن چیکار کردن؟ میتینگ دادن در روزه دین میتینگ کرده بودن شب جنجال هر روز یه بار میتیش دسته که هر روز تا مردم یه روز اوقات مینا دو روز اوقات مینا میگن هم کوسا فرشی دایلاش میریزه که دیگه صبرم نیست مردم آخرام پاسپورت سبب خاطر دادرش بشینه که مردم همین بعدش که با فلان روز همه توقات میکنه پاسپورت با تلفن مردم نمیبرداره چه مردم توقات میکنن با شما با کی میتینگ میکنین به واسه کی دو میزنین دوجه شما میتینگ با همین قزاقستان کار از اینکه وای کنن مردم تو چه بگذره پر واسه اینجا با یا چی میگن که پاسپورت بیا بود در کور نیست پر میگه پاسپورت اینو را زنگ میزنه که سرچ میکنه اینجا دیگه توری نمیگیره اینا مردم توجیگ نمیخیله تو که اینجا بران گردن کاش کنم اینجا گردن کاش کنم همه مردم بیزورش دیگه هر روز نمیجا پری امون تای پری چیه پگرانش کی مقصد یکون بواد یا دیگه خیلی نشوه همه دینا امون علی پگرانش کو خشون زنگ زدن هم چیه خاصو زنگ زدن که بیا مردم تبگی برا پرابلم بسیار کراسته کو بیا بگی برا مردم تگو بسیار یعنی 170 نفرش دیگه حتی 50 60 کلوری بسرش نمیشه بیا 170 نفر دیگه چه نمی مردم تباری او فقط چوراش همه نمی روز چه یگون کا چورا یگون کسا نایته اشما خویش میکنیم التماس میکنیم که مردم دستگیری این یکم هم گپ زدن ما اینا که خدا نگهبانتون باشه برادر. در امان خدا باشه. خوب آقا.